پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان، موقع و نقش زن در جامعه به مرحله نوی رشد قدم گذاشت. با دستگیری های پیوسته دولت بخصوص با سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن مقام زن و جلب آنها به وظیفه‌های راهبری کننده شرایط مساعد فراهم آورده شد. امروز زنان تاجیک در تمام ساحه‌ها از معارف و تندرستی تا اقتصاد و اداره‌کنی فعالیت نظررس دارند و در پیشرفت کشور سهم ارزنده می‌گذارند. یکی از چنین شخصیت‌های فعال و تشبثکار خدایار و نورنیسا میباشد. برای من باعث افتخار است که روز دیگر درباره نورنیسا خدایارانه گپ میزنم. این یک زنی فعال، یک انسان شریف، یک شخصیت بسیار معتبر، نه تنها برای پنجکین و بختی زرافشان بلکه برای تمام جمهوری تاجیکستان است. معلمه از روزهای اولی شناسایی ما به صفت راهبر، به صفت تشبثکار در پیش من احترام پیدا کرد و وقتی که در لیسه به صفت راهبر کار میکردند و ما از این لیسه دیدن کردیم و بسیار شاد شدیم که در مکتب که تیپی نو بود تمام شرایط مهیا کردیده، استادان بسیار متحد و تربیه معنوی نورسان در سطح بلند و راه مانده شده بود و وقتی که با کلکتیو صحبت کردیم، وقتی که از صنفخانه ها دیدن کردیم، وقتی که با خواننده ها ملاقات نمودیم و همراه معلمه در آخر برای توصیه و پیشنهادها علیحده صحبت نمودیم، احساس کردیم که این چهره بسیار شناخته برای کسب آموزگاری به دنیا آمده است و واقعیت هم کسبش را دوست می دارد. انا همین کسب آموزگاری معلمه را در بین معارفچیان شهر پنجکین آبرومند نمودند. معلمه با مهنت حلال، ابتکارات شایسته، کارهای بسیار خوب و ارزنده در بین جماعتچی شهر پنجکین احترام پیدا کردند. با کلکتیو بسیار خوب کار میکردند، پیشنهادهای خوب منظور می‌نمودند و در تعریفات توصیه‌های میدادی خودشان پیش قدم به حساب میرفتند. همین کارهای خوب و نیکی همین معلمه را به نظر گرفته به صفت مدیر شعبه فرهنگ در شهر پنجکین تعیین گردیدند و وقتی که مدیر شعبه فرهنگ انتخاب شدند کارهای خیلی زیادی بود که باید در ساحه فرهنگ به انجام می رسید. از یک طرف کتابخانه ها رو با کتاب نو تامین کردن، از جانب دیگر در بین همه اهالی کارهای فرهنگی بردن، چاره‌بینی های فرهنگی شهر را در سطح بلند دایر کردن و همچنین در چاره‌بینی های سطح جمهوری اشتراک کردن از مسئولیت هایی بود که نورنیسا از عهده‌شان به خوبی می برآمدند. من یاد دارم که در وقتی که مسئله تجلیل جشن سرعظم پیش آمد، با دستور پیشوای معظم ملت چند مراتبه سفر کاری به شهر باستانی پنجکین داشتم و هر وقتی که می رفتم در اون آثارخانه تاریخ پیش از همه معلمه عزیز ما را پیشواز می گرفتند. کارهای زیادی در پیش بود، باید حفریات ها معین می شدند، جاهایی که باید پرزیدنت از آن دیدن می کردن معین می گردید و همچنین
برای پیدا کردن تمام آن آثاری که به تاریخ 6000 ساله ما تعلق دارد و آن باید معین میشد. اینچنین بنیاد آثارخانه در پیش بود. این کارهایی که باید به انجام می رسید البته زحمت زیاد طلب میکرد. از همه مهم باید کارهای باستانشناسی به انجام می رسید. معلمه در برابر کارهایی که به انجام می رسید همراه استادان دانشگاه آزاد پنجکند، دانشجویان یک جایه در اون موضوع های بسیار مهم کارهای باستانشناسی را به انجام می رساندند و در همان دوره چند بازیافت‌های نوی پیدا شدند که آنها برای بازم قدیمه بودن نی پنجکند و خود سرازم یاری عملی می رسند و پیدا کردن آن زر و زیور ملکه که با کوشش معلمه و شاگردان دانشکده به انجام رسید یک کار خیلی بزرگ یاری عملی برای باستانشناسان بود. و مسئله دیگری که بسیار مهم ارزیابی میشد مسئله به تنظیم در آوردن آثارخانه و جمع کردن نگارها برای آثارخانه بود. معلمه دهه به دهه، جماعت به جماعت در پنجکند، نایه های اطراف کاری تبلیغاتی برده. در برابر این از شهر باستانی سمرقند بعضی موادهای ضروری رو جمع آوری نمودند. سفر کاری به سن پترزبورگ داشتند و از آنجا نیز بعضی موادهای ضروری که تا حاضر دیوارنگاره های پنجکند با نام دیوارنگاره های پنجکند در آثارخانه سن پترزبورگ حفظ و نگهداری می شود و آنجا سفر کرده از آنجا بعضی نمونه و موادهای ضروری را به سرازم آوردند و با همین کوشش و زحمت های زیاد طی 3 سال خوشبختانه این یادگاری بی‌نظیری تاجیکان که اهمیت نهایت بزرگ بود برای قبول سرور دولت آماده شد و این یک گپی عادی است که آماده شد، لیکن تو آمادگی کارهای زیاد فهماندهی، کارهای تشکیلاتچی، جمع آوردن و گذراندن حشرهای زیاد پیش آمده بود که در قطار راهبران شهر معلمان نیز فعالانه اشتراک بکردند و تمام زنهای شهر را جمع کرده در آبادی سرازم حصه بزرگ گذاشتند. عموما در ساحه معارف و فرهنگ شهر پنجکند خدمت معلمان نهایت نظررس است، هم به صفت معلم، هم به صفت راهبر ساحه معارف و هم به صفت راهبر ساحه فرهنگ توانستند که خود را با تمام پهلوهایی که یک انسان زحمتکش میتواند که به خلق و وطنش خدمت کند نشان دهند. و ما هر وقتی که به شهر باستانی پنجکند سفر میکردیم البته با معلمه وام میخوردیم، با معلمه صحبت ها داشتیم و افتخار میکنیم که به این خانواده توسط معلمه آشنایی پیدا کردیم. مادر مهربانشان که در بستر بیماری‌اند تمنا میکنیم که صحت و سلامت شوند. این تجربه خوب و استعداد رو معلمه از مادرشان یاد گرفتند و مادرش و دیگر خاله ها و خویشانشان در آبادی شهر پنجکند پیشرفت فرهنگ و معارف پنجکند حصه سزاوار داشتند و در همین محیطی بسیار خوب معلمه به پایه رسیدند و خوشبختانه به یک چهره بسیار
برجسته شهر پنجکند مبدل گشتند و کارهای زیاد رو واقعا به انجام رساندند و ما می دیدیم که در تکاپوی کار گاه در یک گوشه گاه در گوشه دیگری پنجکند، گاه در پنجرود و گاه در منظرهای زیبای شهر پنجکند برای آبادی این شهر زیبا تلاش میکردن. پیدا کردن انتخاب کردن شعارها کاری آسان نبود. انتخاب کردن بیت ها از اشعار پدر شعر تاجیکی اساسگذار و سردفتر نظم کلاسیکی تاجیک استاد عبدالله رودکی سر کرده تا استاد لایق انتخاب کردن ابیات و هر کدام اون را در کوچه های شهر جا کردن البته کار خیلی مشکل بود، ولی معلمه از عهده این کار با آسانی میبره اومدند. وقتی که قصر جوانان که بدتر با نام استاد لایق شیرالی گذاشته شد و آمادگی به این چاره‌بینی میرفت، معلمه از همه پیش فعالیت نشان میدادند. کوشش میکردن که بهترین خواننده، بهترین دانشجو انتخاب شود و اشعار استاد لایق را با نمونه بسیار بلند وطنخواهانه به تماشابین نشان دهند و خوشبختانه این چاره‌بینی در شهر باستانی پنجکند با یک سطح بلند دایر شد و هم رهبر دولت و هم کسانی که اشتراک داشتند با یک افتخار، با یک دل گرم از این تالار بیرون برآمدند. در تشکیل و برگزاری چاره‌بینی‌های ادبی نیز فرهنگی نیز سهم معلمه نظررس میباشد. تأسیس یافتن شعبه اتفاق نویسندگان پنجکند، جمع آوردن شاعران و ادیبان از گوشه و کنار شهر پنجکند البته زحمت زیاد طلب میکرد و این کار نیز از طرف معلمه به خوبی به انجام رسید و از همه مهم تأسیس دادن دسته های هنری در شهر پنجکند زحمت زیاد طلب میکرد برای انتخاب هنرمندان، برای خریداری کردن اسباب های موسیقی، پیش بردن صنعت بالای 6 مقام و تبلیغ موسیقی و صنعت در میان جامعه بخصوص در دیههای دوردست پنجکند کاری آسان نبود، ولی معلمه برای برگزار کردن چاره‌بینی های فرهنگی اشتراک صنعتکاران در این چاره‌بینی ها تلاش زیاد میکردند و ما میشنیدیم که چاره‌بینی ها بخصوص در عرفه جشنهای نوروزی، جشنهای دولتی با شکوه و شهامت در شهر پنجکند دایر می‌گردید. پنجکند خود آثارخانه تاریخ ما است. اگر به تاریخ به دیده‌های دور نظر کنیم، پنجکند یگانه شهر قدیمه و تاریخی تاجیکان برای معرفی کردن 6000 سال گویا تا امروز معرفگری همین تاریخ است و ما افتخار میکنیم که فرزندان خیلی با ننگ ناموس را پنجکند به ملت تاجیک تقدیم کرده است. بخصوص در زمان صاحب استقلالی در اساس سیاست خردمندانه پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، پنجکند با داشتن بسیار چهره های فعال و شناخته توانست که تیز رشد یابد و مخصوصا مسئله معارف و مکتب بسیار مهم و ارزشمند به حساب می رفت و معلمه وقتی که دیرکتری آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکند شدند،
باز یک بار دیگر اثبات کردند که در حقیقت کار آموزگاری کار سهل نیست و زحمت زیاد طلب میکند. آموزشگاه پداگوژی پنجکند افتخار معارف تاجیکستان است. از سالهایی که تأسیس یافته است بهترین دانشجویان در این آموزشگاه تحصیل کردند. افتخار آموزشگاه از آن است که اکثریت شاعران برکمال و برجسته از استاد لایق شیرعلی سرکرده تا استاد عبدالنبی ستارزاده در همین آموزشگاه تحصیل کردند. من با سابق دیرکتری آموزشگاه محترم جنابیلوف هم صحبت‌های خیلی زیاد داشتم و وقتی که معلمه باز به این آموزشگاه به صفت رهبر آمدند خوشبختانه کارهای خیلی خوب و شایسته در این آموزشگاه صورت گرفت و از همه مهم به تربیه کادرها توجه بیشتر و زیادتر داده میشد. کارهای زیادی متدی گذرانده میشد و از همه مهم همین آموزشگاه یک منبع آماده کردن کادرها برای تمام وادی زرافشان به حساب میرفت. در این آموزشگاه از ناحیه عینی، کوهستان مسجد، از شهر دوشنبه، از ناحیه‌های مختلف ولایت سوات داوطلبان داخل میشدند و قسم زیادشان بعد ختم آموزشگاه باز در دانشگاه و دانشکده‌های دیگر داخل میشدند و خوشبختانه بسیار کارهای خوبی پداگوژی که برای مانده شده بود اکثر جوانانی که در این آموزشگاه تحصیل میکردند با بهای خوب و اعلی آموزشگاه را ختم میکردند و یک زمرهشان برای تحصیل به شهر دوشنبه می آمدند و مرکز ولایت سوخت شهر خوجند می رفتند و قسم دیگرشان در مکتب‌های مختلف شهر پنجکند در ناحیه شهر ناحیه و جماعت‌های شهر پنجکند کار و فعالیت میکردند. در این جاده نیز خدمت معلمه نظررس می باشد و توانستند که به صفت یک راهبر، به صفت یک آموزگار در تربیه معنوی فرزندان خلق سهم شایسته گذارند و کارهای بزرگی را به انجام رسانند. باید گفت که تا امروز معلمه از جامعه دور نیست، همه روز در تکابو است. هر وقتی که با ما با تلفن صحبت میکنند پیش از همه از پیشروی های سمرقند میبخشد از پیشروی های پنجکند سخن میگویند، از آباد شدن شهر اندیشه میرانند و کارهایی که در ساحه معارف علم میشود از این سخن میگویند و به نهایت شهر عزیزش را دوست می‌دارد. معلمه با مردمش افتخار میکند و خود را همیشه میخواهد در حلقه فعالان، زیاییان، روشن فکران پنجکند بینند و هر یک آبادی که میشد، هر یک انشاءاتی که بنیاد میشد، چی در ساحه اجتماعی باشد، چی در ساحه معارف باشد، چی در ساحه فرهنگ، معلمه را با وجد میارد و امروزا که باغی بسیار زیبای شهر پنجکند بنیاد شده ایستاده است، معلمه نیز میخواهد در این آبادی باغ حصه خود را گذارد و دائم با تلفن همراه ما مسئله راه های آبادانی و زیبا کردن این باغ را بررسی میکند و مصلحت ها میپرسد و ما افتخار میکنیم که با چنین یک شخصیت دوستی داریم و افتخار میکنیم که همین خیل بانوی خردگستر در شهر باستانی پنجکند برای پیشرفت فرهنگ و معنویات
اهالی شهر زحمت میکشند و امیدوار هستیم که در آینده نیز این عملهای نیک، کارهای خیر را باز ادامه میدهند و همیشه سلامت و سربلند و موفق باشند و ما افتخار میکنیم که پنجکین با چنین شخصیت ها همیشه سربلند است، آبرومند است و صاحب احترام در بین دیگر شهر نویا می باشد و معلمه برای کار و موفقیت آرزو میکنیم. خدایرو نورисо дар соҳаи мухталифи роҳбарӣ кору фаъолият намуда бо масъулиятшиносӣ, дониши мукаммал ва қобилияти ташкилотчигии худ миёни ҳамкорон обрӯю эътибори хоса касб намудааст. خدایارو و نورисо واقعا یکی از چهره‌های شناخته در نه تنها در حدود شهر پنجکین و ولایت سوخ بلکه در مقیاس جمهوری محسوب می‌یابند. باعث افتخار است که ما چند سال همکاری خیلی نزدیک داشتیم و انیخترش از سال 2019 تا سال 2024 و در این مدتی پیش هم دیگر را می‌دانستیم، لیکن مخصوصا در همین مدتی کوتاه کاری بسیار صفت‌ها و بسیار پهلوهای جالب همچون انسان، همچون کارمند، همچون بانوی فعال، همچون آموزگار، همچون عالمه، همچون تشکیلاتچی از در این بانوی زیبا مشاهده شد و صفت‌های بهترین که خود اون که اصلا بانو هستند، این یک صفتی بهترین است و به ضمن آن بعضا آنچنان که به این صفت زیبایی و گوییم که آفریدگار داده این چنین صفت‌های خوب دیگری همراه شدند. مخصوصا همچون عائله‌دار معلمه یکی از شخصیت‌های صاحب خانه، صاحب فرزندای خوب، صاحب نبیره ها، دستارخواندار و همچون مادر، همچون آموزگار سالهای دراز در مکتب‌های تحصیلات عمومی، در پیشتر آموزشگاه بود، حاضر کالج آموزگاری شهر پنجکین خب فعالیت کردم. ولی وقتی که ما بیواسطه از نزدیک شناس شدیم، معلمه دیرکتوری رهبری ممنوعگاه خیلی معلوم و مشهور سرازم قدیم و سرازم و پنجکین قدیم بود و من هیچ وقت فراموش نمیکنم وقتی که ما به خاطر برگزار نمودن جشن 5500 سالگی سرازم باستانی کارها را آغاز نمودیم. حدود سرازم باستانی خیلی خراب، خیلی افتاده بود و حتی نمایندگان مسئول وقتی که میرفته میگفتن که ما هیچ باوری نداریم که همین حدود و جشن سطح بین المللی آماده میگردد و این همچون یک دستاویز پیشنهاد کرده میشد. ولی همین طور هم شد و در مدت کوتاه ما با بی‌واسطه با زحمت، کوشش‌ها و حرکت و کاردانی و هنری تشکیلاتچی نورисо ما توانستیم که در مدت کوتاهی که مهلت کوتاهی که برای ما جدا شده بود این یادگاری را آماده سازیم برابر کارهای حفریاتی،
کارهای تحقیقاتی، کارهای آموزشی خودی یادگاری را تیار نماییم که آن زحمت زیاد طلب میکرد و انا در همین مدت من با هنرهای والا و هنرهای ملکه و مهارت خیلی تشکیلاتچگی معلمه آشنا شدم و واقعا زحمت زیادی کشیدن و نتیجهش آن شد که 12 سپتامبر سال 2020 وقتی که جشن سرزم باستانی 5500 سالگی سرزم باستانی برگزار شد با اشتراک پیشوای معظم ملت و هیئت راهبری جمهوری و نمایندگان خارجی و در همانجا بهایی که پیشوای معظم ملت دادن که تشکر به تشکیل کنندگان و آماده سازندگان این جشن که اینجا یک چول بود و امروز به یک شهرستان و یک جای آباد تبدیل یافته است. برابر این در پنجکنت قدیم که نیز یکی از یادگاری های خیلی شناخته و معلومی نه تنها جمهوری بلکه عرصه بین المللی است، با زحمت و کوشش های معلمه خیلی آباد شد و پیش از همه هم در سرزم هم در پنجکنت قدیم مهمترین نتیجه و با تشبث و با کوشش معلمه که بیواسطه به عمل آمد این جلب نمودن محققان ورزیده باستانشناسی بیرون از جمهوری و از خارج و اینچنین از داخل جمهوری بود که در نتیجه تحقیقات های خیلی جالب، نتیجه های خیلی کلان نظررس به دست آمدن و چندین کنفرانسی های غیر از سیمپوزیوم بین الخلقی که بخشیده به 5500 سالگی سرزم بود، چندین همایش های دیگری علمی گذرانده شدند که در آنها عالمان شناخته خارجه خیلی با شماره زیاد اشتراک کردند و خیلی نتیجه های به دست آورده تحقیقات خود را به اهل جامعه پیشنهاد نمودند. در سرزم برابر کارهای زیادی تحقیقاتی و اینها اینچنین آباد کردن یا ساختن یا اعمار بناها و از جمله یکی از بناهای خیلی خوب و یکی از آثارخانه بهترینه که در سرزم برپا کرده شد، بنیاد کرده شد. این در اینجا نیز زحمت معلمه خیلی زیاد است و تا از سال 1976 تا به این جانب تا سال 20 آن کارهای حفریاتی که در حدود سرزم و آن نگاره و بازیافت‌هایی که در حدود سرزم به دست آمده بود آنها در جاهای پراکنده، در جاهای علاهیده نگاه داشته می شدند و وقتی که این آثارخانه بنیاد کرده شد و این یادگاری ها و این گفته عالما ارتفاکت ها این را در اینجا به نمایش به مردم گذاشته شدند و برای همین در مخصوصا در همین دو یادگاری خیلی مشهور سطح بین المللی هنری بالای معلمه، هنری خوبی معلمه خدایارو و همچون تشکیلاتچی، همچون یکی از آدم کاردان و آدمی که گرچند که بانو هم باشن و مردانه همه آن کارها و همه آن مشکلات مرکبات زیادی بودن، همه آنها را پس سر نموده آن وظیفه و آن هدفی که در نزد هم ممنوعگاه و هم در نزد انستیتوت تاریخ که به واسطه آن وقت در تابعیت انستیتوت تاریخ بود گذاشته شده بود، آن را با افتخار سربلندانه اجرا نمودند و همچون صفتهای خوبی
انسانی، برابری این آموزگاری، اینایی که تکرار هم شود، لیکن همچون عالمه خوب هستند، قلم خوب دارند و برابری که گرچنده که در ساحه آموزگاری، در ساحه پداگوژیک کار علمی تحقیقاتی برده باشند در اول، ولی بعدا در همین سالهایی که در این ممنوعگاه و در اینجاها کاروبار داشتن، در اینجا بیشتر با تاریخ خودی سرازم، با پنجکنت قدیم و با محققانی که این یادگاری ها را آموختن و حیات و فعالیت آنها چندین مقاله و رساله های خوبی نیز چاپ کردند که آنها بار دیگر و مردم و جامعه این محققان، این عالمان را معرفی نمود. مخصوصا در پنجکنت قدیم که از سال 1946 این جانب با تشبث ارمیتاژ دولتی فدراسیون روسیه کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارد، در اینجا همکاری و پیدا کردن رابطه مستحکم و دوستی که بین کارگران این ممنوعگاه و عالمان آمده، وقتی که سفر میکنید و مخصوصا به ارمیتاژ دولتی، هر یکی آنها درباره معلمه و با احترام، با حرمت، با یک افتخار که ما با معلمه شناسایی داریم و معلمه، زیرا همه آنها را معلمه با اون عنعنه مردم پنجکنت قدیم با دسترخوانداری و مهمانداری و خوشگویی و چهره کشایی پیشواز میگرفتن، قبول میکردن و با همین آنها را گسیل میکردن. برای همین من باوری دارم که معلمه اگر یکی از چهره های خیلی شناخته و چهره های خیلی زحمتکش و محنتکش شهر باستانی پنجکنت و عموما جمهوری و کارهای زیادی دیگر و نقشه های زیادی دیگری که دارن آن را عملی میکنن و پیشروی شهر و به پیشروی جمهوری و مخصوصا پیشروی علم و فرهنگ و معرفت جامعه مساعدت خواهند نمود. او همچون راهبری کردان همیشه برای پیشبرد فعالیت، تطبیق نقشه‌های سازنده و بهتر نمودن سطح خدمت رسانی کوشش به خرج می‌دهد. فعالیت پرثمره موصوف نمونه عبرت برای بانوان جوان بوده ثابت می‌سازد که زن می‌تواند در برابری مردان در وظیفه‌های بلند و مسئولانه صادقانه خدمت نماید. نورنیسا خدایارова یکی از دوستانی بسیار صمیمی دوره جوانی من است و تا به امروز این دوستی ما ادامه دارد. ما باری نخست با او 1 سپتامبر سال 1979 در فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان، سابق انیورسیته دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر لنین، یعنی واخوری اولینمان به وقوع پیوست و آن زمان ما دانشجویان کورس 1 از تمام گوشه‌های کنار تاجیکستان یعنی جمع آمده بودیم و دوام دانشجویی نورنیسا همچون یک دانشجوی بسیار فعال، الکی در همون دوره یک دختری بود که با صلابت، با یک قد و قامتی رسا، با یک چهره بسیار گشوده و او را همین الکی در همون دوره خصوصیت های رهبری در او ظهور کرده بود و از این رو او را یک دیلانه کمسارگی گروه انتخاب کردند و طول 5 سال او این وظیفه را به عهده داشت و همیشه در همه چاره‌بینی های فاکولته، در همه چاره‌بینی های دانشگاه فعالانه شرکت می‌ورزید و یکی از خاطره های بسیار نیک من درباره او آن است که نورنیسا بسیار یک استعدادی مادرزادی، یعنی یک آوازی بسیار گیرا، یک صدای بسیار خوش داشت، ولی نمیدونم از چه سبب که در این سمت او رجوع نکرد و در این سمت مثلا من فکر میکنم شاید یگان امکانیت نبود، شرایط نبود
ولی او بسیار یک استعداد نادر بود در همون زمان. بعدتر یعنی بعد ختم دانشگاه ما علاقه 42 سال باز دانشگاه رو ختم کرده ایم، ولی مناسبت های ما همیشه برقرار بود. ما همیشه از حال یکدیگر خبردار بودیم و باید بگم که نورنیسا هم بسیار یک در زمان صاحب استقلالی که برای زنان ما بسیار امکانات های خوب فراهم آورد. او از بعد از همون تمام کردن دانشگاه او همیشه در وظیفه های رهبری کننده کار کرده است. مثلا او در زمانی که در کالج نامدار آموزگاری پنجکین فعالیت میکرد، در اون دوره یعنی وی توانست که شماره زیادی کادرهای بلند اختصاص آموزگاری رو یعنی به وای رساند. بعدتر همین خصوصیت های خوبی او رو به نظر گرفته، مثلا ما هممون میدونیم که سال 2010 یکی از یادگاری های تاریخی تاجیکستان سرازم و فهرستی یادگاری های تاریخی یونسکو داخل کرده شد که این زمانی بود که نورنیسا در این مجموعه یعنی رهبر بود و محض توسط رهبری خوبی او یعنی این چاره‌بینی ها خیلی در سطح بلند هم گذاشتن. و باید یک چیز دیگر رو بگم که یک خصوصیت دیگر این دوست خوب من در آن است که بسیار یک آدمی صمیمی است، یک صمیمیت دارد، یعنی سراپا لبریز مهر است، محبت است و انا همین محبت صمیمانه او، انا همین مهر و محبت او مثلا که میگن اگر در دنیا انسان هایی هستند که یعنی میتوانند محبتشان را سر هزاران آدمان بریزند و در حقیقت نورنیسا هم توانست که همون محبت صمیمانه خود را نثار بسیاری ها کند و هر کجایی که می رود او عزیز است، هر کجایی که می رود او یک نفری است که دوست داشتنی و من بسیار افتخار میکنم از داشتن چنین یک دوست بسیار به معرفت، به فرهنگ و باید بگم که در طول همون وظیفه های رهبری کننده کار کردنش نورنیسا توانست که همون خصوصیت هایی که به خاصی رهبران است یعنی همین خصوصیت ها رو در خود ظهور کرده باشد. مثلا او یک نفری هست همچون رهبر که میتواند یعنی به سخنش دیگران را باور کناند. یک نفری است که میتواند هنگام کار یعنی طلبات خود را داشته باشد و پرینسیپ های خود را داشته باشد و این چنین او همچون رهبر بسیار یک عقلی هوش تیز گیرا دارد که برای رهبر این در هنگام قبول کردن قرارهای ضروری بسیار هم نقش مهم دارد و من گمان میکنم که امروز نورنیسا در قطار زنان موفق دوران صاحب استقلالی قرار دارد و او توانسته است که یعنی همچون آموزگار، همچون رهبر یعنی موفقیت های زیادی را صاحب گردد و من گمان میکنم که لایق بزرگوار بیهوده نگفته است ثنا بادا به زنهایی که مردند بیاض زندگی را بیت فردند. در حقیقت هم بانی بسیار خیرتمند است نورنیسا. من فکر میکنم که او همچون یک زن، یک مادر، یک بیبی بسیار مهربان، یک رهبر بسیار موفق و در برابر این یک همسر بسیار با عفت و با ایمان. یعنی امروز من میدونم که علاقه ما در سین سالی نفقه هستیم و دولت پیری میراند. خدا کند که همیشه موفق و سربلند باشد و در حقیقت زنان امروز امکانیت خوبه که برای زنان ما با وجود آمده است. این پیش از همه غمخوری های روزافزون حکومت و دولت تاجیکستان است که و این دوست خوبی من نیز از این بهره برگشته است و گمان میکنم که شاعره ما گلرخسار محض به مثل دوستی من یعنی نورنیسا و چنین زنها همین بیت ها رو بخشیده است. میگه که زن و زندگی از تباری همان، ز یک ریشه و برگ و باری همان، برغم اجل پرچم افشان عشق، زن و زندگی تکیه‌داری همان. و این دوست خوبم پیش از همه عمر درازی با برکت میخواهم. همیشه در زندگی موفق بودنش را تمنا دارم و عزتمندی و ارجمندی را برایش میخواهم.
محض чунин занони фаъолу ватандӯст дар таҳкими пояи давлатдорӣ ва рушди устувори ҷомеа нақши муҳим мебозанд. камина бо номи Норинисо Худоёрова ҳанӯз соли 1999 вақте ки аввалин маротиба ба омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент ҳамчун донишҷӯ қабул шудам, шинос шудам. муаллима он солҳо ҳамчун муовини директор дар омӯзишгоҳ фаъолият доштанд. ҳангоми чорабиниҳо маро ки сардори гурӯҳ будам бештар ҷалб мекарданд. бо якдигар унс гирифтем ва устоду шогирдӣ гӯем аз ҳамон солҳо сарчашма гирифт. соли қабл бо қарори раиси шаҳри Панҷакент Шакарбек Додхоевич равонашон шод бошад, муаллима ба ҳайси мудири шӯъбаи фарҳанги ҳукумати шаҳри Панҷакент таъин гардиданд. хай мо таҳсилро ки дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ орзуи деринаи ман буд, зеро ҳангоми мактабхонӣ орзу мекардам ки ҷое ки устод Лоиқ таҳсил кардааст, ман низ таҳсил кунам. дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент давом медодам. яке аз рӯзҳои фаромӯшнашаванда дар ҳаёти ман вобаста ба Норинисо Миноқуловна дар он рӯз аст ки 30 декабри соли 2001 вақте ман бо падарам барои хариди солинавӣ дар бозори марказии шаҳри Панҷакент мегаштем, тасодуфан бо муаллима рӯбарӯ зидем ки муаллима хурсандиамро нишон дода, муаллима гуфта ба наздашон давидам ки мана дида он кас гумон кардам ки аз ман низ хурсанд шуданд, зеро гуфтанд шогирд 1 соат ту ба ман дар кор. розӣ шудем. маро ба мошини хизматии ҳукумат шинонда ба бори аввал гӯё ки ман вориди бинои ҳукумати шаҳри Панҷакент шудам. 30 декабри соли 2001 хулоса маро бо либоси бобои барфӣ ба хона интернати шаҳри Панҷакент бурданд. дар роҳ ба ман ишора карданд ки ту бояд ки ҳамчун шогирди беҳтарин нақши бобои барфиро хуб иҷро кунӣ. мани донишҷӯ бо ҳамон истеъдоде ки дар гӯё ки хурдакаке ки доштам, бошандагони хона интернат, кӯдакони имконияташон маҳдуд ва он нафароне ки дар чорабинӣ иштирок мекарданд, бо соли нави милодӣ табриккунон он ба хурсандии онҳо шарик шудам. ҳангоми табрикоту баргузории чорабинӣ ва супоридани тӯҳфаҳо ман ба кӯдакони маъюб, бошандагони хеле солхӯрда нигоҳ карда ашк аз чашмонам мерехт. ба онҳо ҳар яке даст ба дуо бардошта дуо мекардам ва худи ман фикр мекунам ки яке аз сабабҳои роҳ ёфтани ман ба ҳукумати шаҳр дуои неки он пирони барҷомонда низ ҳаст. баъд аз чорабинӣ берун омадам, муаллима гуфтанд ки бори аввал бобои барфиро мебинам ки дар чорабинӣ гирья мекунад. ту чаро гирья кардӣ? ман хай ҳолатро фаҳмондам, хандидану гуфтанд ки писарам ҳукумат кор мебиёӣ? ман гуфтам ман ҳоли донишҷӯ муаллима. гуфтанд баъд аз дарс 05 воҳиди корӣ ба чорабиниҳо ёрдам мекунӣ, ҳамчун шартномавӣ мо кор мегирем туро. ростӣ аз ҳамон лаҳзаҳо сар шуд ки мо боз устоду шогирдиро давом диҳем. дар ҳамаи чорабиниҳое ки мегузашт маро ҷалб мекарданд. оҳиста оҳиста муаллимаи азиз сабаб шуданд ки ман роҳ ёфтам ба дигар корҳо. ёрдамчии муовини аввал Ҳакимбой Маҳкамович, шогирди муаллима, гуфта худро маро ба шогирдӣ гирифтанд. баъд аз Ҳакимбой Маҳкамович раиси шаҳри Панҷакент Шакарбек Додхоевич маро мудири қабулгоҳи раиси шаҳр таъин карданд. онҳо низ маро ҳамчун шогирди Норинисо Миноқуловна мешинохтанд ва қабул карданд ва дар тарбияи ташаккули ман саҳми арзанда гузоштанд. аслан гире дигар устоду шогирдии ману Худоёрова як филми алоҳида мешавад. лекин ман он лаҳзаҳоеро мегӯям ки ҳеҷ гоҳ аз ёди ман фаромӯш намешавад. салоботу гашту як дар симои Худоёрова як роҳбари дурандеш, соҳибтаҷрибаву бомаҳоратро мебинӣ ки мардона дар ҳама кор қадам мегузоранд ва ҳар супоришу ҳар ӯҳдадорие ки ба зиммаашон
ҳаст сарбаландона иҷро менамоянд. ҳеҷ гоҳ хотирам намеравад 11 ноябри соли 2020 вақте ки раҳмати модарам аз дунё гузашта буданду ман мусибат доштам, чӣ гуна меҳрубонона муаллима маро модарвор ба оғӯш гирифтанд ва баъд аз модар ман чунин якумин маротиба занро модарвор ба оғӯш гирифта гирия мекардам ки ин оғӯши Худоёрова буд. Нурниса Миноқуловна ҳамчун модар ҳамеша бо насиҳату бо роҳнамоиву бо дилбардориҳо то ҳанӯз бо ман ҳастанд ва маслиҳатгар низ мебошанд. ҳамон шаҳомату ҳамон қаду қомати баланду ҳамон гашти мардонае ки доранд, ҳамон роҳбарии дурандешонае ки доранд дар пеши назари ман ҳамеша ҷилвагар аст. лаҳзаи дигар вақте бо фармони пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаллима сазовори медали хизмати шоиста гардиданд ва дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни истиқлол маҷлиси тантанавӣ мешуду намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Академияи миллии илмҳои вақт устод Фарҳод Раҳимӣ медалро ба муаллима тақдим мекарданд. гумон мекардам ки он лаҳзаҳо ҳеҷ гоҳ аз ёди ман намеравад. гумон не, дар асл намеравад, зеро ман аз муаллима зиёдтар шояд ман хурсанд шуда бошам ки самараи ҳамаи заҳматҳояшон буд ки пешвои миллат қадр карданд. имрӯзҳо муаллимаи азизу арҷманд Нурниса Миноқуловна дар бознишастагӣ қарор дорану давлати пирӣ меронанд. ман самимона ба он кас тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам, саодати зиндагиро дар иҳотаи пайвандону набирагон таманно дорам. дар охир ба муаллимаи азизу арҷманд Нурниса Миноқуловна тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам, саодати зиндагӣ ва давлати пириро дар иҳотаи пайвандону набирагон таманно менамоям. бигзор ҳамеша роҳнамову дастгиру маслиҳатгари мо шогирдон бошанд. бо итминон метавон гуфт ки Худоёрова Нурнисо дар роҳи хизмат ба ҷомеа арзанда буда фаъолияти ӯ дар татбиқи сиёсати давлатии баланд бардоштани мақоми занон саҳми муносиб мегузорад. пас аз он вақте ки дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент фаъолият менамудам, Худоёрова Нурнисо ҳамчун як зани роҳбар, ҳамчун як зани сарвар, Худоёрова Нурнисо баъдан мо ҳарду дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ба ҳайси роҳбарият кор мекардем. ман раиси занҳои шаҳри Панҷакентро ба уҳда доштам ва Худоёрова Нурнисо бошанд ҳамчун мудири фарҳанги дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент фаъолият мекарданд. ва вақте ки мо ҳарду якҷоя фаъолият доштем, ман Худоёрова Нурнисоро ҳамчун як зани ташаббускор, зани эҷодкор, як роҳбари муънису ғамхор ва ҳалиму хоксор шинохтам, зеро ки вақте ки Худоёрова Нурнисо кор мекарданд, дар рафти корӣ, дар фаъолияти корияшон хело эҷозҳои баланд доштанд. қобилияти ҷасорату маҳорати кордонии он кас буд ки якчанд озмунҳои шаҳрӣ аз даври деҳот сар карда то дар байни шаҳр масалан ҷамъбаст мешуд. яке аз озмунҳое ки хело машҳурам гардид ва баъдан вай то ҳатто ҳамчун ташаббусам буд, гӯем хато намекунем дар сатҳи ҷумҳурӣ, ин як озмуни маҳалли беҳтарин буд ки бо номи Гулбун аз тарафи Худоёрова Нурнисо дар шаҳри Панҷакент масалан рӯи кор омад ва хело ин озмун шӯҳратёрам буд. ва вақте ки Худоёрова Нурнисо ҳамчун мудири шӯъбаи фарҳанги дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент фаъолият доштанд, мо якчанд маротиба масалан ҷашнҳои дар сатҳи шаҳр ва дар сатҳи ҷумҳурӣ ва то ҳатто ҷашнҳои дар сатҳи байналмилалиро ба уҳда доштанд ки бо ҳамон қобилияти кордонӣ, бо қобилияти ҷасоратнокиашон ва ташаббусҳои беназир доштанашон, ҳамчунин як ташаббусҳои эҷодкорӣ доштанд.
масалан ҳамин ҷашнҳо ё ин ки чорабиниҳои фарҳангӣ адабӣ дар сатҳи хело баланд масалан ҷамъбаст гардиданд. ҳамчун Нуринисо на балки як масалан роҳбари ташаббускор, қобилиятнок, бо ҷасорат ё гӯем, балки он кас як зани ҳалиму меҳрубон, як зани хоксор ҳастанд, чӣ дар оила, чӣ дар ҷомеа ва чӣ дар роҳбарӣ нисбати кормандонашон хело ҳалим, дилсӯз ва меҳрубон буданд ва ҳамчунин аз лиҳози инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, ватанпарварӣ хело масалан қобилияти баланд доранд ва дарки маънӣ доранд ва эҳсоси ҳуввияти миллӣ дар Худоёр ва Нуринисо хело ҳам баланд аст ва умуман дар кадом паҳлӯе ки Худоёр ва Нуринисо фаъолият накарда бошанд, чӣ ба ҳайси омӯзгор ва чӣ ба ҳайси роҳбар, чӣ ба ҳайси як зани масалан ташаббускор, ман фикр мекунам ки аз ӯҳдаи ҳамаи корҳо баромадан, ҳамчун як қобилияти ташаббускорӣ, ҳамчун як роҳбари кордон, ҳамчун як модари муъниси ғамхор, аз ӯҳдаи фарзандон низ аз тарбияи фарзандон баромадан, ман фикр мекунам ки Худоёр ва Нуринисо масалан арзиши суханҳои воло доранд, зеро ки дар шаҳри Панҷакен Худоёр ва Нуринисоро ҳама эҳтиром мекунанд, мешиносад. Ман боварӣ дорам ки ҳами қадру манзалати Худоёр ва Нуринисоро ҳама дарк мекунад, мешиносад ва пос медорад. дар барномаи мо аз фаъолияти пурмасъулият ва саҳми арзандаи яке аз чеҳраҳои шинохтаи соҳаи маърифи фарҳанг Нуринисо Худоёрова ёдовар мешавем. ном бурда дар тӯли фаъолияти кории худ дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда хизмат намуда дар пешрафти маориф ва фарҳанг саҳми назаррас гузоштааст. аз ҷумла ҳамчун директори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен бо масъулияти баланд баҳри баланд бардоштани сифати таълим, тарбияи омӯзгорони соҳибкасб ва таҳкими заминаи моддию техникӣ муассиса кӯшишҳои зиёд ба харҷ додааст. گل خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بی گفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. در طول فعالیت چندین ساله آموزگاری خود به ما میسر گشته است که کمال همنشینی با بسیار انسان‌هایی که واقعا هم فدایی ملت هستند و هم فدایی مهنت هستند، انسان‌هایی که دست دل پاک داشتند، انسان‌هایی که با علم و معرفت و معارف و آموزگاری محبت داشتند، صداقت داشتند و یکی چنین انسان‌هایی که با ما من برای خود افتخار می‌دانم که همکاری کردن راست افتاده است. این معلمی عزیز معتبر ما نورنیسو خدایورو هستند. اصلا اویله خدایوروها در شهر پنجکین خیلی معروف و مشهور هستند. از همان زمان‌هایی که ما کودک بودیم هنوز برادران معلمه در شهر خیلی مشهور بودن، حافظ بودن، صنعتکار بودن و همانها رو میشناختیم و ما از همون زمان این اویله میشناختیم و بعد از اون سال 1987 وقتی که من با همین درگاه به کار اومدم، معلمه هنوز اینجا معلمه بودن، معلمه عادی بودن. بعدتر رئیس اتفاق کسبی همین کالج اون وقت آموزشگاه بود انتخاب شدم. بعدتر مدیر قسم علمی یا جانشینی دیرکتور عاید به تعلیم و بعد نصیب گردید که چند سال راهبری هم مؤسسه رو به دوش داشته باشم. البته در یک مدت کوتاه همه پهلوهای یک نفر شناخته نمی شود، لیکن گمان میکنم که چند سالی که همکاری که با معلمه داشتن اون کس خود رو همچون یک انسانی پیش از همه صمیمی، پیش از همه کاردان، عدالتجو برای ما وانمود کردن و ما همین گونه اون کس رو
در خاطر نگاه داشتیم و در هر منصبی که معلم کار کردن از سر کرده از همون اتفاق کسبه تا به جانشین تا به دیرکتوری همیشه گمان میکنم همون منصب از نو زنده کردن. دوره هایی که اتفاق کسبه بودن در آموزشگاه از سالهای نخستین تاسیسش اتفاق کسبه بوده است، لیکن گمان میکنم که ما همین نفر اتفاق کسبه در کالج در آموزشگاه اون وقت زنده کردن و تا با امروز کار و پایکار اون کسی ادامه دارد اینجا. و برای چی معلم اینقدر صاحب احترام همکاران گشتن؟ من چندین جاها با تکرار کردم، باز هم میگم که معلم یک سخن خوب داشتن، میگفتن که اگر من اکوی اوکیما یا خواهرام در یک هفته یک بار بینم یا دیرتر بینم، اما شما رو هر روز میبینم. برای منم میری شما در قلب من زیاد است. گفتن که اگر میخواهی کسی تو رو دوست دارد تو اول وی رو دوست دار. میخواهی اگر تو رو بیشتر احترام کنن تو اول دیگر رو بیشتر احترام کن. یعنی هر یک چیزی که ما در زندگی در میابیم این نتیجه عمل خود ما است. اگر ما رو احترام کنن پس ما واقعا دیگران رو احترام کردیم، اگر ما رو دوست دارن پس ما دیگرها رو دوست داشتیم. معلم از همین گونه انسانی بودن که با کلکتیو خیلی غمخوار بودن. همین چیز شاید امروز بعضی ها به نمیرسد، بعضی رهبر رو. بیش از همه وظیفه اساسی رهبر این احترام کلکتیو است و محبت داشتن به این کلکتیو است، سرجم کردن اون است. اما ساختن یک کلکتیو بزرگ است. کالج امروزی ما پارسال 95 ساله شد، 2025 به 95 ساله شد و البته در طول این تاریخ بسیار شیب و فراسا رو از سر گذرانید و اما همیشه در بین معرفچیان نه تنها ولایت بلکه شهر و ولایت بلکه در بین معرفچیان جمهوری نیز موقع خاصی خود رو داشته است و گمان میکنم که انا همین اون آبروی اعتباری که این تعلیمگاه به دست آورده است توسط ما میگونه فرزندان است که نامور کردن. از اولی تاسیس یابیش ما میتونیم صدها بزرگوار نامبر کنیم که در راه علم و معرفت خود رو سوزانیدن به قول مثل شام تا اینکه روزگاری دیگری افروخته باشد و همین معلم هم گمان میکنم که اون بیت حضرت جامی که شام که خود رو سوزی تا بدان بزم کسان افروزی، شعار زندگیشون شاید باشد که همیشه در پی بهبودی روزگار دیگرها بودن. منجا نفرهای زیادی هستند در کارگاه های ما که تا امروز هم از خوبی ها از کری های معلم قصه میکنن که چگونه معلم با آنها یاردن کردن برای یافتن راه زندگیشون، هم از جهت مادی و هم از جهت معنوی مصلحت های خوب دادن. من مدیر کافدره زبان های کالج آموزگاری بابای و نصیبه می باشم. اولین مرتبه من با معلم خدایار و سال 2001 وقتی که به حیث آموزگار به آموزشگاه آموزگاری آمدم شناس شدم. این زنی حلیم و مهربان ما را همچون جانشین دیرکتور هیئت به تعلیم پیشواز گرفته برای کار کردن به من مصلحت های خوب دادن و سال 2008 وقتی که به حیث دیرکتور به کالج آمدن ما خیلی خرسند شدیم، چون که این زنی حلیم و خاکسار خیلی شخصی کاردان، مهربان و در سختگیر و سرطلب هم بودن. آن کس با ما همیشه همچون با آموزگاران جوان راهنمایی میکردن، مصلحت های خوب میدادن و در همه کار در همه ساحه ما رو دستگیری میکردن. من یگان وقت از خاطرم کارهایی که کرده آن کس فراموش نمیشود و در همان روزهایی که آن کس همراه ما کار میکردن با سری هر کس هر خیل روزها آمدنش ممکن و من یگان وقت از خاطرم فراموش نمیکنم آن لحظه ای رو که آن کس مرا برای نگاهبین کردن به مادرم به مدت یک هفته جواب دادن
این کاری کرده اون کس تمام عمر در خاطر من نقش میبندد. در همه کارها معلمه سرطلب و جدی بودند و برای آباد شدن این کالج آموزگاری زحمت‌های زیادی هم کشیده بودند. راهبر حقانی بودند، چون که وقتی که با مناسبت با کارگران، با آموزگاران، با دانشجویان بود، اون کس همه وقت راه خودشان، حل مسئله خودشان رو می‌یافتند. در معرکه هایی که جشن هایی که در کالج آموزگاری شده میگذشت، در سالی که اون کس کار میکردن، ما 80 سالگی همین آموزشگاه سابق آموزگاری حوزه کالج آموزگاری می باشد. بسیار هم یک جشن پرشکوه شد. تمام مهمانان از دیگر جاها آمدن. همه آنها را من دیدم که وقتی که آنها همه اشتراک کردن، از وزارت، از دیگر جاها، بسیار هم اون کس با آنها یک مناسبت خوب داشتن. اون کس را حرمت کرده، همه در همین جشن اشتراک کردند. همچنین در وظیفه دیرکتور لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکن برای جلب جوانان با آموزش کسب‌های معاصر، مطابق نمودن روند تعلیم و طلبات بازار مهنت و آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر کارهای نظررس انجام داده است. من سپانقلووا برینسو حاضر آموزگاری لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکن میباشم و پیش از این در کالج آموزگاری شهر پنجکن ادای وظیفه می نمودم و سالهای طولانی من با معلمه خدایروا نورینیسو یک جا کار میکردیم. اون کس رو من همچون شخصی کارمند، همچون شخصی که یک ایجادکار، شخصی که مناسبت‌های خوبی انسانی دارن میشناسم. اون کس یک شخصی هستند که یک گومانیست هستند، یک آدم انسان پرور. من همین بسیار کس یک چهره هستند که خصلت‌های خوبی انسانی دارن. فعالیت او همچون مدیر شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن نیز بسان نظررس می باشد. در این وظیفه او بهر رشد فرهنگ ملی، حفظ و ترغیب عنعنه‌های نیک مردمی، دستگیری اهل هنر و ایجاد و برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی سهم ارزنده گذاشته است. سرحال نگینا بانو از نام کل کارمندان شرکت صدا و سیمای شهر پنجکن با فرارسی فصل بهار، عید مادر و به نزدیکی جایزه قند پارسی را گرفتید تبریک میکنیم. به شما قله های بلندترین ایجادی را تمنا داریم. هر وقتی که هر یک مردم پنجکن کشور شما رو در صحنه میبیند، باور کنید یک حسیات دیگر فرا میگیرد. تشکر زیاد. برای اینکه با لباس ملی، زنده کردن سرودهای کلاسیکی تاجیکی، اشعار بزرگان، خودی همین جایزه قند پارسی به فکر من برای اون هنرمندان داده می شود که از اشعار شاعران کلاسیک تاجیک سرودها خوانده باشند. و می خواهم یک لحظه شما را به نخستین قدم هایتان به میدان صحنه تا صحنه کلام آمدنتان که ها یاردم کردن و البته مشکل های خودش داشته بود، کمتر برای ما نقل میکرده. بله، تشکر زیاد. به شما مبارک باشه. دیدی بهار رو پیش اومدی، نوروز، فصل شکوفایی. سال 2024 سال 2004 اولین بار من در اندلیب اول شهری اشتراک کردم، بعدا در شهر کولاف اشتراک کردیم. اون وقت من در دانشگاه طبی شهر پنجکن تحصیل میکردم و از همون دانشگاه اول گفتن شما باید سرود یکه خوانید در برنامه همون اندلیب. ولایتی که بود، از ولایت باید اعضای حکمان می آمدن و بعد انتخاب میکردن، بعد اگر جا می گرفتن کلوب می آمدن. بعد راستیگه چون خانواده ما قدر چی نبودن، کمتر زید بودن، پدرم زید بودن. اون وقتم خاله ما نورنیسو میناکو و در مدیر فرهنگ شهر پنجکن بودن. بله، با تلاش‌های اون کس، با تلاش‌های بی من یک
نمیدونم یک در خانه ما یک انقلابچه کردن و در همون اندلیب من اشتراک کردم. بعدن که همه یک جای آمدیم، بعد پنجکین یک جای مایه نگرفت، بعد آمدیم در شهر کلاب. همه با خانواده آمدیم چون من نمیموندن، تنها آمدن. از همونجا که شروع شد کاری ما. خلوی نوری جان نه تنها در کارشون که در همین عائله هم در زندگی هم خیلی یک زنکی بسیار قوی هستن، یک زنکی همین رهبر و راه نشانته هستن. همه ما با اون کس مراجعت میکنیم، همین خانواده ما، همه اولاد ما با مصلحت همون کس کار میکنیم. مشکلی اون بود که پدرم نمیموندن. بعد از کلوب با 2006 سال اندلیب شهر دوشنبه سر شد، ولایتش رو برد کردن و باید به شهر دوشنبه می آمدیم در اندلیبی ریسپوبلیکوی. اینجا هم بسیار مانیگری شد. منم اکنون قریب که تمام میکنم دانشگاه طبی. پدرم عموما دیگر نمیخواد که در یگان من اشتراک کنم. و ما چون شما میدونید همه عائله مین خلفا همشون خودشون هم هنرمند هستن، بسیار صداهای زیبا دارند و از بابا کلانمون این چیز میراث مونده. پدرم هم بسیار آواز شیرین دارن. خود همین خاله نارینیسا و تقاهامون، عمه های من همشون بسیار صداهای بسیار، چون نمیدونم ارثی است، میراثی است، نمیدونم چخیل، لیکن هممون سرود میخونم. باز بعد از من دادرم هم هست که سرود میخونم. پدرم بسیار مانیگری کرد و چون باز خاله نورنیسا دیگر با یک همین با دو پا به یک موزه قطعی بیبی من این میرد، این باید رود که همین خیلی شد. یعنی به صحنه کلان برآمدن اساسگذاری؟ بله، اساسگذار همین هستن. همین آدم رو میگه. بله. در عائله هم همچنان بسیار یک مادری غمخوار، مادری مهربان و زنی بسیار فعال و زنی هر وقتی که خانه‌شون مهمانی می رویم همین با دسترخوانی پر از ناز و نعمت و با یک مهر خاصه همه را استقبال میکنن. من سماعت شوکت سرور مکتب صنعتی بچگانی شهر پنجکین می باشم، راهبر کاردان سیرطلب. در دوام که با هم در بخش فرهنگ اون وقتا خیلی شعبه فرهنگ بود کار کردیم، در تمام چهاربینی فرهنگی در یک سطح بلند میگذشت. من از اون جمله سال 2004 وقتی که اندلیب آزمون تلویزیونی جمهوری اندلیب برگزار گردید در شهر کلاب، اهل هنری پنجکین در آنجا اشتراک کردیم. همین 2 سال دیگه تیاری دیمو سال 2006 در شهر دوشنبه رفته غالب آمدیم. من رقیب ما ناحیه رودکی بود. همه سالها بعد انجام اندلیب من بحث مناظره و حکمون در حیران ماندن. خیلی خلاصه در همون سال 2006 پنجکین صاحب جایزه گشت و ناگفتن نماند که من بانی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند خلقی ازبکستان نگین امانقل و از همان سالها سر کرده. من تا 20 سال می شود که قدم‌های نخستین خود را در این جاده سند مانده، آبروی اعتباری خودشان همچون صنعتکار آوازخوان در ساحه صنعت آوازخوانی من در جمهوری بیرون از جمهوری ما بسیار شهرتیاب گشتند. همون خدمت‌های معلومه بود که من به همین جایهای سزاوار نایل گشتیم. های معلومه البته هر یک زن خداداد میشد برای راهبری کردن. من معلومه بهترین راهبر. من با در دوامی که با
من به نفقه بروندن. من با در تمام چهاربینی فرهنگی شهر پنجکین آمده با ما هم صحبت میشن، مصلحت‌های خود رو دریغ نمیدارن، همکاری میکنن. معلومه خیلی زن خاکسار، عایله دار، بهترین راهبر، بهترین خصلت‌هایی که در زن هست من همچون به معلومه خدای را نورنسو میبینم. در طول 45 سال کاریم بهترین راهبر من دیدم. زن همیخته می شود، جوش می اومد که مردا زوری میکردن. تمام کارهایی که پیشش آمد بود صادقانه با وفاق اجرا میکردن. از اون جمله تمام صنعتکارا دلش یافتگی بودن، در گرد خود جمع آورده بودن. فخر میکنم که با هم زن کار کردم. راست گپ ده، انسان بهترین مرد میدان گفتم، خطا نمیکنم. کجایی که به راهبر بودن، آموزگاری با ما با کار بامدن، چند جایی که کار رفتن صادقانه خدمت کردن. تمام مردم ها بدی زبانش بپیکم، علم عمر دراز بینن، رزق فراز بینن، حضور فرزند و نبیرهای بینن. ما همه وقت درونشون هستیم. شکرانه الله با دستگیری همین زن ما صاحب اسباب‌های موسیقی شدیم، صاحب اپاراتور شدیم، صاحب لباس بهترین شدیم. شعبه فرهنگ شهر پنجکین یکی از شعبه‌های بهترین به حساب می‌آید امروز. با چنین بلند برآمدن، با چنین بهترین شعبه فرهنگ شدن، سهم سابق سروری شعبه فرهنگ خدایار و نورنسو بود. آن کس برای بلند برداشتن صنعت پنجکین، برای بهتر شدن صنعت پنجکین بسیار زحمت ها کشیدن. در یاد دارم وقتی من سال 2004 به کار اومدم، اون کس راهبری شعبه فرهنگ بودند. همون سال آزمون اندلی تیاری میدیدیم. اون کس خودشون اومده همراه ما اشتراک کردند، حتی لباس پوشیده در قطار ما ایستاده سرود خواندند. من رستم و زینوره، کارمند فرهنگی شهر پنجکین، حاضر در انسامبل دوگانه ها فعالیت دارم. درباره خدایار و گفتنی هم که اون کس بسیار هم زنی تشکیلاتچی، بسیار هم زنی فعال بودن و در سالهایی که اون کس راهبری فرهنگ پنجکین را به عهده داشته، بسیار تشکیلی ها، مثلا از آن جمله بین محله ها آزمون گلبن ها تشکیل کرده بودند. مسئولیت شناسی، صداقت به کسب و حس بلند وطن دوستی باعث گردیده است که نام نورنسو خدایار و میان همکسبان و جامعه با احترام یاد شود. برنامه ما امروز به قدر شناسی چنین شخصیت های بخشیده شده است که با زحمت صادقانه و فعالیت با ثمر در رشد و پیشرفت جامعه سهم می‌گذارند. نورنسو بانویی است که با کار و فعالیتش همین وطن را، مملکت را گلزار میکند. گلزار کردن این به اون معنای نه که وی با دستش گل شنونده باشد، وی با سخنش، با آدابش، با رفتار نیکش، با دانشش در آموزشگاه آموزگاری که امروز کلیج آموزگاری شده است دیرکتوری میکرد. من آنجا کار میکردم. من معلم زبان و ادبیات، ولی همچون پسیخولوگ به او نظر میکردم که اگر یگان معلم کمبودی کند وی تند نمیشد. وی خودداری کرده داملا فلان ساعت کابینت من درآید میگفت. همون آدم می درآمد، بعد نورنسو به وی با سخن ملایم عیب وی را میگفت که شما هم تو کرده ایستادید، از درس دیر میمونید، یا اینکه فلان بچه همطور نادرست رفتار کردید. و خوبی میفهمون رفیق معلم کمبودیش را فهمیده برآمده اصلاح میکرد و از او نمیرنجید. حضرت حافظ میگویند که در مذهب ما از آزار سختتر گناه نیست. نورنسو انا همین گناه قلبی
حلیم انسانی داشت و کسی را نمیرنجاند. دیگرش این که درباره اصولهای تعلیم، کار رهبری، طلبات جدی می ایستاد. میخواست که آموزشگاه همون شهرتی که در پیش داشته است همون شهرت را داشته باشد. در حقیقت از آموزشگاه کادرهای بسیار خوب برآمدند، در وقتش برآمده بودند، سوربن، لایق و دیگرها و در دوره خدایار هم جوانهای نغز برآمدند. ما صحیفه‌های درخشان تاریخی کهن ملت خود را ورق می‌زنیم. زیر راهبری باستانشناسی ورزیده نورنیسا خدایارова پایگاه باستانشناسی سرازم به مرحله نوی رشد قدم گذاشت. ماست در همین دوره 5500 سالگی سرازم باستانی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. صد درود ای پیشوای تاجیکان، سروری شهرت فضای تاجیکان، ای عزیز و متکای تاجیکان، بر سرزم تاجیکان خوش آمدید. نور میبارد ز رخسار شما، فیض میریزد ز گفتار شما، رشد این کشور بود کار شما، بر سرزم تاجیکان خوش آمدید. من نورنیسا خدایارова سروری پایگاه باستانشناسی پنجکن سرازم، محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با شکرگزاری از برکت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مستحکمی و پایداری صلح و وحدت، ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک و قدم‌های مبارک بنیادکارانه و سازنده اتان، شما را به این سرزمین علم و ادب، یک گوشه زیبا منظر و بهشت آسای تاجیکستان عزیز پنجکنت باستان خیر مقدم میگویم. محترم پیشوای معظم ملت، سرازم آغاز تمدن ملت تاجیک است. سرازمیان حالا 5500 سال قبل اسباب‌های معیشی روزگار به مانند تبر و پیکان‌های برنجی اختراع کرده و روزگار مدنی آفریده و به هنرمندی و شهرسازی و کشاورزی مشغول بودند. شما که به حفظ یادگاری‌های تاریخی خاصه به سرزم باستان توجه زیاد دارید، امروز کارهای آبادانی و سازندگی که برای ما اهل علم مخصوصاً باستانشناسان با آبادی و سازندگی در مملکت‌های تاریخی باستانشناسی سرانجام تحفه نمودید، یک جهان اظهار سپاس و تمنیات می‌نمایم. محترم پیشوای معظم ملت، چون شما در پیام‌های خود پیوسته ابراز می‌دارید، امروز در جهان معاصر خلق و ملت در تلاش از خود نمودن تاریخ و فرهنگ خود میباشد و به این وسیله ما اهل علم و فرهنگ را وظیفه‌دار نموده بودید که هرچی بیشتر تاریخ و فرهنگ گذشته خودمان را آموزیم، صاحبی کنیم، حفظ کنیم و آنها را به جهانیان معرفی کرده باشیم. محترم پیشوای معظم ملت، زحمت‌های پیوسته شما در رشد نموی کشور، آبادی و سازندگی، غمخواری نسبت مردم، ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک، وحدت و همبستگی با دولت‌های همسایه و کشورهای دور و نزدیک، بلند برداشتن مقام و منزلت دولت تاجیکستان را در عرصه بین المللی میتوان هر روز با خط زرین کتاب بنوشت. حالا من با نمایندگی از نام مردم سربلند شهر پنجکن با دستور و پیشنهادهای عالمان باستانشناسان شما پیشوای معظم ملت را به مناسبت تجلیل جشن 5500 سالگی سرزم باستان با محبت، با صداقت، با امید آرزوهای نیک بار دیگر خیر مقدم نموده
اظهار می دارم شما ای سروری ارزنده خلق، امید حاضر و آینده خلق، شما معمار صلح تاجکانید، شما خود بر سر ما سایبانید. شکوفان کشور ما از شما شد، زمین تاجکان کانی سخا شد، پی آبادی ماوای خلقت، شریک شادی و غمهای خلقت. شما اسماعیل ثانی مایید، الها بر 1100 درآیید، چو سیحون و زرافشان عمر بینید، از این بستان گلی مخصوص چینید. یک جان تشکر، سلامت باشید. کار کردن در کار کردم، جوانان را تربیت کردم. من سفارش دادم دانشجویان را سفربر کنید، آموزن، کار کنن، فقط در یک سیمخانه نی، در جایشان باید کنن، هم تجربه پیدا میکنن. یک جا کاری کردیتون با ادامه دادم در کار. با همین 5500 سالگی یکی کارهای حفریاتی با انجام نمیرسد. برعکس این شروع کار است. باز کوشش کنیم برای مردمی خودمون هم برای جهانی ها میکنیم. خب یک جهان تشکر. این جشن تاریخی با اشتراک عالمان، محققان و مهمانان داخلی و خارجی برگزار شده اهمیت جهانی این یادگاری نادر را بار دیگر ثابت ساخت. سرازم یکی از قدیمترین مرکزهای تمدن بشری در آسیای مرکزی بوده، رمز هنر و فرهنگ، شهرداری و تمدن اجدادان ماست. در دوره راهبری نورنیسا خدایارова کارهای علمی تحقیقاتی گسترش یافته، نتیجه های نو به دست آمدند و معرفی بین المللی یادگاری تقویت یافت. جشن 5500 سالگی از جانب جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهای بلند گرفت. پیشوای ملت نقش سرازم را در تاریخ ملت و تمدن جهانی مخصوص تاکید نموده سهم باستانشناسان را ارزیابی کردند. امروز سرازم همچون میراث گرانبهای ملی و افتخار تاریخ تاجیکان با تلاش‌های پیگیرانه عالمان و دستگیری دولت جایگاه استوار خود را در خریطه فرهنگ جهان نگاه می‌دارد. نورنیسا خدایارова 19 ایول سال 1962 در شهر پنجکند در اویله دهقان به دنیا آمده. پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 دانشگاه ملی را سال 1984 ختم نموده است. او فعالیت کاریش را از خانه پیانیران رقم 1 که حالا مؤسسه تعلیمی بیرون از صنفی نام دارد آغاز کرده. از فوریه سال 1985 تا نوامبر سال 1987 در آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکند به حیث معلم فن تاریخ و جمعیت شناسی و از سال 1987 رئیس اتفاق کسبه، من بعد از سال 1991 تا سال 2001 معاون اول دیرکتور کالج آموزگاری فعالیت نموده است. فعالیت کاریش را به حساب گرفته راهبریت وقتی شهر او را سال 2001 به وظیفه مدیر شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تعیین نموده است. او در این وظیفه تا سال 2004 ایفای وظیفه نموده است. از سال 2004 باشد تا سال 2008 دیرکتور لیسه کسبی تکنیکی و از سال 2008 تا سال 2015 دیرکتور کالج آموزگاری پنجکند را به عهده داشت. نورنیسا خدایارova از 2015 تا 2017 نایب رکتور اوید به تعلیم دانشگاه آموزگاری تاجیکستان کار و فعالیت نموده. از سال 2017 تا سال 2024 سرور پایگاه باستانشناسی پنجکند سرازم انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی نزد اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را بر عهده داشت. این زمان مدیر باغ کمال خوجندی جمعیت دارای مسئولیتش محدود باغ طلایی شهر پنجکند می باشد. اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه وزارت معارف فرهنگ، اکادمی علم‌ها، ولایت سوخت شهر پنجکند، اتفاق کسبه، جمع 169 عدد، اشتراکچی چندین سیمپوزیوم، کنفرانس های بین المللی، همایش های جمهوریوی، نامزدی علم های پداگوژی از سال 2013، مؤلف کتاب تعلیمگاه بزرگان سال 2010،
56 مقاله علمی و علمی پوبلیسیستی اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از سال 1997. راستی من یک نفری در هیئت اویلا موندم که فرزندی از همه کوچک پدر و مادر بودم و در خاندان ما با جز یک نفر برادرم کسی از برای دوام دادن تحصیل پس از ختم مکتب میانه تلاش نکردم و وقتی که من مکتب رو پیش از همه مادری بسیار میخواستم که من خواندنم رو دوام دهم. یکی وضعیت اون زمانه با اون طرزی بود که برای همه دختران امکانیتی برای دور رفته خواندن نبود. یکی مادری من یک نفر شوهری خواهرم رو کوچایم رو خیلی خواهش کردن که بنابر زحمت های همه وقت اینی من که خیلی بر وقت میخواستم و کتاب میخوندم و تا دیر شب میخوندم و اون من با خواندن مشغول بودم. همین چیز مادری مرا شاید مجبور کرد که کوچه‌ام رو التماس کردن که همین یک مرتبه به خواندن برید، اگر مبادا گذشته نتواند از خودش بیامد شود. و همین طور سال 1979 من قدمی خود رو به استانی مکتب عالی گذاشتم و این سال در دوشنبه در دانشگاه ملی تحصیل کردم، تمام کردم، اومدم و سربلندانه در آموزشگاه آموزگاری و حالا کالج آموزگاری فعالیت خود را آغاز نمودم که اون وقت رهبری این مؤسسه شادروان بازار شریف بودم و پس از یک سالی فعالیت آموزگاری مرا علاقه به وظیفه تعیین نمودند که در آن وقتها علاقه رو سروری این مؤسسه رو خدا رحمت کند رعنا بابوجی به در عهده داشتم و سال 1987 علاقه اولین وظیفه‌ای که من در عمر خود صاحب شدم و پس از وقتی که مرا به وظیفه رئیس کمیته اتفاق کسبه انتخاب نمودن، در این وظیفه 4 سال فعالیت نمودم و شاید خوب فعالیت نمودم، مرا به وظیفه معاون اول دیرکتور کالج آموزگاری تعیین نمودند و همین طور 38 سال بی تنفس در وظیفه های رهبری فعالیت نمودم و در هر یک مؤسسه‌ای که من همچون رهبر و فعالیت آغاز نمودم، برای من اهل همون کلکتیو همون مؤسسه و همون کارخانه برایم یک شخصانی نزدیک شدن که حتی بعضا من در صحبت ها میگفتم که همکار اونقدرها با آدم قرین نگرید است که فرزندان پدرتون رو همین طرف هر روز نمیبینید خیلی که همکارانتون و دستگیری و همدستی اهل کلکتیو رو با اون درجه که میبینید شاید نزدیکان شما همین کار رو برای شما نکنند و امروز خیلی خودم رو خوشبخت احساس میکنم از اون که با نفران خیلی زیاد همکار بودم و هر یک وظیفه‌ای که من در دوش خود داشتم مرا راهنمود کرد که از مرکز جمهوری، از مرکز ولایت، از دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری بیرون از وطن عزیزم تاجیکستان برای خود دوستان زیادی پیدا کنم و امروز هم من خوشبختانه با اون دوستانم همکاری دارم، همکاری های علمی دارم، همکاری های تعلیمی دارم و از همه این چیز تنها من شکرگزار هستم و یک شاید برای ما اونقدر آسان هم نبود در برابری بر دوش گرفتن وظیفه‌های خیلی دشوار. اینچنین صاحب خانه و در بودیم، صاحب فرزندان و همه آنها رو ضرور بود که ما با عهده گرفته اون رو با یک ترتیب معین بجا بیاریم. من پیش از همه از آن شکرگزاری میکنم که در 2 دوره فعالیت نمودم که دوره اولی اون رو ما
давраи шӯравӣ медиҳем. Дар замони шӯравӣ рости гап дар зери сиёсати ҳизби коммунист фаъолият намудем ва ҳаракат кардем ки дар камбудӣ роҳ натем ва хушбахтона расидем ба истиқлолияти кишвар. ва истиқлолият дар ибтидо хеле ки барои ҳамагон маълум аст ба осонӣ ба даст наомад. барои истиқлолият мо он қадарҳо заҳмат кашидем, он қадарҳо дар ҳолате будем ки имрӯз ё пагоҳ ин давлат шояд аз байн равад ё шояд ин давлат сохта шавад. як ҳолате буд ки моро вазифадор менамуд ки бо андешаи комил дар атрофи ҳамин масъалаҳо фикр кунем ки ҳамин давлат бояд сохта шаваду поянда бошад. рости гап дар ҳамон лаҳзаҳое ки мо ба истиқлолият расидем, хеле ки ҳамаи онҳое ки дар синни соли муайян ҳастанд ҳамамон медонем ки бисёр ҳизбу ҳаракатҳои гуногун таъсис ёфтанд ва таъсис ёфтани ҳизбу ҳаракатҳои гуногун бевосита марказаш дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ буд. ва ман ҳамчун як нафар шаҳрванд ҳарчанде ки мо дудила будем, лекин хеле ки ба ояндаи ҳамин давлату миллат боварӣ доштам ва бо ҳама он ҳизбу ҳаракатҳое ки имрӯз ҳамашон барҳам хӯрданд ва онҳо ҳамашон як манфиати шахсони алоҳида буд, аз байн рафт ва аз соли 1997 аллакай ман аъзои ҳизби халқи демократӣ будам ва дар зери роҳбарии пешвои муаззами миллат раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ба ин сиёсату ба ин ободкориҳо боварӣ доштам ва баробари ҳамин сиёсат қадам мондам ва имрӯз фикр мекунам хато накардам ки имрӯз дар як давлати ободу осоишта зиндагӣ дорем ва пеш аз ҳама ман аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов шукргузорӣ мекунам, зеро ин сиёсати дуруст буд. зеро мақсад ободкорӣ буд, мақсад муттаҳид намудани ҳама халқу миллатҳо, бо ҳам овардани тамоми минтақаҳои Тоҷикистон. ва шояд ҳамаи ҳаминҳо сабаб шуд ки имрӯз мо як давлати ободу осоиштаро бунёд карда тавонистем. ман духтари ҳамид хонатон ҳастам. модарҷони ман бисёр модари ғамхору меҳрубон ҳастанд. барои мо фарзандон бисёр модари сахтгир ҳастанд. дар зиндагӣ моро ҳарчанд сахт гиранд ҳамтун насиҳатҳо мекунанд. ин ба фоидаи ҳар яки мо мебошад. норинсо худоёрова айни ҳол роҳбари боғи тиллоии шаҳрро ба уҳда дошта, бо масъулият ва меҳри беандоза барои ободоии шукуфоии он талош менамояд. бо таҷрибаи ғанӣ ва ҷаҳонбинии васеъ ӯ тавонист муҳити боғро ба макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонон табдил диҳад. имрӯзҳо ӯ дар ҳалқаи наберагон давлати пирӣ меронад. лаҳзаи гарму самимӣ дар атрофи фарзандону наберагон барояш нерӯи тоза мебахшад. меҳнату заҳмати солҳои зиёдаш имрӯз самараи ширин дода зиндагии орому пурсаодатро барояш эҳдо намудааст. зиндагиномаи ӯ намунаи ибрат барои насли ҷавон буда собит месозад ки бо иродаи қавӣ ва меҳнати ҳалол метавон ба қуллаҳои баланд расид.